دوستان گرامی گزارش ما را از بازی دوم نیم نهایی بین دسته‌های منتخب تایلند و مالایزیا ادامه بدیم و طبق نظامنامه بعد انجام وقت اساسی بازی که آن با حساب 1-1 به پایان رسید اکنون ضربه های پنالتی بعدی بازی زده می شوند. برای معین کردن غالب و پیش از همه حالا میبینم که از دسته منتخب مالایزیا جانان چایکولز کاپیتان دسته برای ضربه زدن آمده است. داوری وخوری محمد تگی هم اینجا با دروازه‌بان ها صحبت انجام میدهد و اولین شده دسته منتخب مالایزیا به زدن ضربه حاضر می شود. کاپیتان دسته جانان چایکولز دروازه‌بان کامپون پوتوماکاکول از دسته رجبوری جانان باشد از دسته یابلونه که چخیا است. ببخشید چخسلواکیا گفتم. خوب از دسته یابلونه چخیا است. بازیگری اروپا گویم از چمپیونات اروپایی است. چیکار میکند اولو کاپیتان دسته منتخب مالایزیا در مقابل دروازه‌بان؟ ضربه و گل 1-0. در یک بازی دراماتیکی اولو باز مالایزیا به صف پیش میبراید. در دقیقه 32 بازیگران این دسته با گل کوربین انگلاوره به صف پیش برآمدند. در ثانیه آخری قسم دومی وخوری در دقیقه 95 باشد پانسا همویبان از بوریرام یونایتد حساب را برابر کرد. حالا اکنون در دروازه احمد حزمی بازیگر که امروز یکی از بهترین ها بود اگر همون ضربه سر را از پانسا برمیگردانید اون وقت قهرمانیش بیشتر میشد. احمد حزمی و اینجا ضربه که زده می شود این ضربه هم با گل انجام می‌یابد. این توپ را حالا فیتاوات اصلا گویم فیتیوات ساکت تناپیرون به ثمر رسونید. ضربه نهایت سخت، ضربه عمیق و دقیق. دروازه‌بان سمت پرواز توپ را دریافت نکرد و حالا حساب برابر است 1-1. در مجموع 2-2 یعنی در وقتی اساسی بازی 1-1 و حالا اینجا از دسته منتخب مالایزیا توپ را باید بزنند. توپ وارد توی دروازه میگردد 2-1 است و اینجا این نوبت محمد شفیق بن احمد این توپ را به ثمر میرساند. آرام آسوده بسیار هم عالی. کامپون حتی حرکتش خطا بود به کناری راست. تبسم در چهرهش است، در سیمایش شادی است. حالا از دسته منتخب تایلند برای ضربه رو زدن آماده میشد. سوپانات موینتا این یکی از بازیگران شناخته دسته منتخب تایلند است. احمد در دروازه و قریب بود که توپ را برگرداند. از زیر دستانش توپ گذشت. ضربه هم توپوار بود. بسیار هم سخت. این مخلصان را به وجد حتی به وجد آورد. برابر تا به چند میرود این ضربه ها نمیدونم، اما بازی که مالایزیا در اون غالب میبرامد در پایان در 10 ثانیه ماندن حساب برابر شد و اکنون بخت جانبی که میخنده. ماتیو توماس داویس اینجا گل زیبا در دسته 4 بازی میکنه. 4 دارالتعظیم
این 38مین وخوریش است که در از دسته منتخب مالایزیا میگذراند. ماتیو توماس داویس دروازه‌بان به همون سمت پرواز کرد که توپ زده میشد، اما بسیار بلند زد. خشوع زیبا هم بود. کریتسادا کمان است. در نزد توپ رو خیلی خوب میگذارد از دسته چنبوری. بازی دهمش در از دسته منتخب تایلند و این ضربه را زده میتواند یونه میزند به همون شکلی که حالا ماتیو توماس زده بود. کریتسادا حالا باز هم در حالت قرار داریم که دروازه‌بان‌ها نمیتوانند پیش توپ رو گیرند و اونایی که ضربه رو اجرا میکنند به خطا رو به ثمر میرسونند. سه است در ضربه های پنالتی. در این لوک نوبت فرصت به در نه این بازیگری دیگر است. این رقم 24 است که حالا در میدان است. دکلان لی این نو در قسم دوم به میدان برآمد، اما ضربه‌اش رو ببینید چگونه تیروار توپوار برای این استعدادش کاف‌کوبی میکند یا خود برای دروازه‌بان که این توپ رو داشته نتوانست. و به هر نوع باز مالایزیا به صف پیش میبروید. یعنی از روی این معلوم شد که نظامنامه دولت به اون میکند که بعد انجام وقت اساسی وخوری در دو قسم ضربه پنالتی زده میشوند. حالا دروازه‌بان رو ببینید، دروازه‌بان کامپون توپ رو به هم دستش میدهد. این سوپاچوک سرچت است. بازی 19مش رو گذرانید. 5 گل زده است از هوکایدوی ژاپن. و توپ رو احمد حزمی برمیگرداند. احمد حزمی از بازیگر سوپاچوک سرچت از دسته هوکایدوی ژاپن. خب بعد چی؟ خب همون نصیبی پیروزی به مالایزیا ها یا خود مالایی ها رو آورده است یا چیز دیگر، یا که این بانویی که پرچم مالای رو در سرش بسته است و امروز اینجا به این دسته مخلصی میکند. برای شادی او هم کارگردان بسیار به درجه عالی کار میکند. آفرین، نوشش بود. و این کوربین آنگلاوره مؤلف گل اولین در بازی امروزه از مالایزیا، بازیگر جوهر دارالتعظیم. گل و این دوستان گرامی از آن شهادت می‌دهد که دسته منتخب مالایزیا طوری که ما از آغاز گفتیم که ارزنده همین وخوری نیویی است، همین کار رو میکند و دسته منتخب مالایزیا با بازی فینالی میبراید و اکنون روز 25 سپتامبر با دسته منتخب تاجیکستان در همین ورزشگاه با هم قوه می‌آزمایند. غالب را دسته های تاجیکستان و مالایزیا معین میکنند. این مربی دسته مالایزیا کیم پانچون از کره جنوبی است که بسیار هم دسته رو خوب به این بازی‌ها آماده کرده است و کوربین هم گل اول رو زد و هم در پنالتی گل آخری رو. خوب ما مالایزیا رو در مقابل دسته منتخب تاجیکستان انتظار می‌شویم. این بازی رو با شما من علاوالدین بوریف تماشا کردم. خیر، خود را احتیاط کنید و شاد و پیروز باشید.